درود دوستان، توی این ویدیو اومدیم درباره شاهنشاهی هخامنشی یا شاهنشاهی پارس براتون صحبت کنیم. در ویدیو قبلی درباره امپراتوری مادها مطالب مهمی گفتیم، از ابتدا تا انتها درباره‌اش توضیح دادیم. الان میتوانید بالای صفحه لینک ویدیو امپراتوری مادها رو ببینید. ما در این مجموعه ویدیوهای مربوط به تاریخ ایران از ابتدا تا انتها رو ضبط می‌کنیم. به قسمت دومش خوش اومدید. شاهنشاهی هخامنشی یا امپراتوری پارس نخستین و بزرگترین پادشاهی بود که بخش بزرگی از جهان رو برای 2 سده یکپارچه کرد و بر اون حکومت کرد. شاهنشاهی هخامنشی در بزرگترین گستره خود، یعنی بزرگترین حالت جغرافیایی خود، در 480 سال پیش از میلاد 8 میلیون کیلومتر مربع وسعت داشت. از دره سند در هند تا رود نیل در مصر و ناحیه بنغازی در لیبی امروزی و از رود دانوب در اروپا تا آسیای مرکزی هم وسعت داشت که آن را تبدیل به وسیع‌ترین امپراتوری باستانی تاریخ جهان کرد. پارس در جنوب غرب فلات ایران بود. بخشی بود که خاندان هخامنشی در آن قدرت گرفتند. پس از چند سده حکومت بر این منطقه، یکی از اعضای این خانواده و خاندان به نام کوروش بزرگ شاهنشاهی ماد، پادشاهی لیدی و امپراتوری بابل را فتح کرد و شاهنشاهی هخامنشی رو بنیان گذاشت. درباره داستان فتح کردن مادها و شکست دادن مادها توسط کوروش بزرگ ما یک ویدیو کوتاه ساختیم که میتوانید در بالا لینکش رو ببینید. اگه دوست داشتید بعد ویدیو بروید تماشا کنید و لینکش در دیسکریپشن هم هست. وقتی کوروش بزرگ این 3 امپراتوری و پادشاهی رو فتح کرد، شاهنشاهی هخامنشی رو بنیان گذاشت. دولتی که اون بنیان نهاد بیش از 2 سده تقریبا بر همه جهان متمدن آن روز فرمان راند و پادشاهی کرد تا اینکه در نهایت به دست اسکندر مقدونی در سال 320 پیش از میلاد فرو پاشید در زمان پادشاهی داریوش سوم. پس از شاهنشاهی هخامنشی، سلوکیان و سپس یک پادشاهی ایرانی به نام شاهنشاهی اشکانیان وارد فلات ایران شدند. خب یک خلاصه ای از پادشاهی هخامنشیان گفتیم، حالا برویم دقیق‌تر و کاملتر بهش بپردازیم. شکلی در سال 553 پیش از میلاد کوروش بزرگ پارس‌ها رو بر علیه ماد برانگیخت. در جنگ بین لشکریان کوروش و ماد چندین از سپاهیان ماد به کوروش پیوستند و در نتیجه سپاه ماد شکست خورد. پس از شکست مادها کوروش در پاسارگاد شاهنشاهی هخامنشی رو پایه‌گذاری کرد. دوران شاهنشاهی او از 529 تا 559 پیش از میلاد است، یعنی حدود 30 سال کوروش بزرگ حکومت کرد. کوروش بزرگ وقتی پادشاهی مادها رو به دست آورد، برخی از استانها رو به وسیله نیروی نظامی پیرو خود ساخت. اما سیاست کشورگشایی را که هوخشتر آغاز نموده بود ادامه داد. کوروش بزرگ دارای 2 هدف بود: در باختر تصرف آسیای صغیر و ساحل دریای مدیترانه و همه جاده‌های بزرگی که از ایران می‌گذشتند و به بندرهای آن می‌رسیدند و از سوی خاور یعنی شرق تأمین امنیت. در روز 29 اکتبر سال 539 پیش از میلاد که میشه تقریبا 8 یا 10 آبان، کوروش بزرگ پادشاه ایران امپراتوری بابل نو رو شکست داد و سرزمین آن رو تصرف کرد و برای نخستین بار در جهان فرمان داد که هر کس در باورهای دینی خود و انجام آیین‌های دینی خیش آزاد است که در جهان در آن زمان بی‌نظیر بوده. کوروش بزرگ قانون سازگاری بین دین‌ها و باورها رو پایه‌گذاری کرد و نخستین منشور حقوق بشر رو بنیان نهاد که همگی باهاش آشنایی داریم. کوروش به یهودیان در بند در بابل امکان داد به سرزمین یهودیه برگردند که شماری از آنان به ایران هم کوچ کردند. میرسیم به فتح لیدی ها. یک توضیح درباره پادشاهی لیدی بهتون میدیم. لیدی یک پادشاهی باستانی در عصر آهن در غرب آناتولی بود، مطابق با استانهای امروزی ازمیر، مانیسا در ترکیه. پایتخت سنتی پادشاهی لیدی شهر سارد بود. پادشاهی لیدی در گسترده ترین حالت خود تمامی آناتولی غربی رو در تصرف خود داشت که میتونید تصویرشو در بالا ببینید. کوروزورس پادشاهی وقت لیدی در زمان کوروش بزرگ توسط چند خواببین پیشنهاد یافت که به ایران حمله کند، چون او خواب دیده بود که توانسته یک امپراتوری بزرگ رو با گذشتن از رود هاریس نابود خواهد کرد. کوروزورس بعد شنیدن این پیشبینی ها امیدوار شد و تصمیم گرفت که به ایرانیا حمله ببرد.
عموماً آغاز جنگ ایران و لیدیه را در سال 547 پیش از میلاد دانستند، در جنگی که بین کوروش بزرگ و کروزوس پادشاه لیدیه در گرفت. کوروش در کاپادوکیه به کروزوس پیشنهاد کرد که پیرو ایرانیان شود. کروزوس این پیشنهاد را نپذیرفت و جنگ بینشان آغاز گردید. در آخر کوروش بزرگ توانست لیدیه ها را شکست دهد و سرزمینشان را تصرف کند. حمله‌ای که با یک پیشبینی آغاز شده بود شکست خورد و ایرانی ها بخش بزرگی از آناتولی را به تصرف درآوردند. کوروش پس از تصرف لیدی متوجه شهرهای یونانی شد که در کنار امپراتوری لیدی ها بودند. آنها هم تسلیم به کوروش شدند، چون از رفتار او با شکست خوردگان شنیده بودند و باعث خوشبینی آنها شده بود. کوروش هم همان رفتار را با آنها کرد و آسیای صغیر را گرفت و تصرفش را در آنجا به پایان رساند و سپس متوجه مرزهای شرقی شد. مرو، بلخ و شهرهای دیگری که در آن زمان تمدن‌های بزرگی بودند. مرگ کوروش بزرگ در اثر یورش یک ایل ایرانی تبار و نیمه بیابانگرد و تیره از سکاها که آن سوی رودخانه سیردریا بودند به شهرهای شمال شرقی ایران، شاهنشاهی ایران مورد تهدید قرار گرفت. کوروش بزرگ کمبوجی دوم را به عنوان پادشاه بابل برگزید و به جنگ رفت. در آغاز پیروزی‌هایی به دست آورد، اما تاریخ نویسان یونانی در داستان‌های خود مدعی شدند که ملکه ایرانی تبار ماساژدها یا همون اقوام ایرانی تبار نیمه بیابانگرد که در حمله ور شده بودند تمریش او را به سرزمین خود کشاند و کوروش در نبردی سخت شکست خورد و زخم برداشت و پس از 3 روز درگذشت و سپس پیکر وی را به پاسارگارد آوردند و به خاک سپردند. پس از مرگ کوروش بزرگ فرزند بزرگتر او کمبوجیه به پادشاهی رسید. البته گزنفون در کتاب خود مرگ کوروش را طبیعی و آن هم در شهر پاسارگارد بیان می‌کند. همچنین تاریخ در مورد حجم این شورش اطلاعاتی به ما نمی‌دهد. در ضمن باید توجه هم داشته باشیم که کوروش در آن زمان سن بالایی داشته و نیازی نبوده که پادشاه بزرگی چون کوروش به میدان جنگ برود، همانطور که در 10 سال پایانی امپراتوری خود در هیچ جنگی حضور نداشته. پس می‌توانیم احتمال را در نظر گرفت کوروش سرکوب این شورش را به یکی از سرداران خود سپرده باشد و خود به میدان جنگ نرفته باشد. جانشین کوروش بزرگ کمبوجیه شد. کمبوجیه حدود سالهای 528 تا 530 پیش از میلاد فرمانرواییش را آغاز کرد. نخستین سال رسمی شاهی او مطابق با نظام تاریخ‌گذاری ویژه ایرانیان در بهار سال 529 پیش از میلاد آغاز شد. بزرگترین دستاورد 8 سال سلطنت او فتح مصر در سال 525 پیش از میلاد بود. پس از مرگ کمبوجیه کسی وارث پادشاهی هخامنشیان نبود. حالا میرسیم به داریوش بزرگ. داریوش بزرگ سومین شاهنشاه هخامنشی بود، فرزند ویشتاسپ یا گشتاسپ. ویشتاسپ هم فرزند آشام و آشام هم پسر آریامنه بود. ویشتاسپ پدر او در زمان کوروش بزرگ ساتراپ یا استاندار پارس بود. داریوش در آغاز پادشاهی با دردسرهای بسیاری روبرو شد. دوری کمبوجیه از ایران 4 سال به درازا کشیده بود. گئومات مغ 7 ماه خود را به عنوان بردیا برادر کمبوجیه بر تخت نشانده و بی‌نظمی و هرج و مرج را در کشور گسترش داده بود. در بخش‌های دیگر کشور هم کسانی دیگر به ادعای اینکه از دودمان شاهان پیشین هستند پرچم استقلال برافراشته بودند. این گفتار از زبان داریوش بزرگ در کتیبه بیستون از این رویدادها آمده. داریوش بزرگ این پیروزی‌ها را در همه جا نتیجه خاص اهورامزدا می‌داند و می‌گوید هر چی کردم به هر گونه به خواست اهورامزدا بوده. از زمانی که شاه شدم 19 جنگ کردم، به خواست اهورامزدا لشکرشان را در هم شکستند و 9 شاه را گرفتند. سرزمین هایی که شوریدند دروغ آنها را شوراند، زیرا به مردم دروغ گفتند. پس از آن اهورامزدا این کسان را به من دست داد و با آنها چنان که میخواستم رفتار کردم. ای آن که پس از این شاهی خواهی بود، با تمام نیرو از دروغ بپرهیز. اگر اندیشه کنی چه کنم تا کشور من سالم بماند، دروغگو را نابود کن. پزشکی به نام دموکوتس به زندان داریوش افتاده بود. هنگامی که آتوسا دختر کوروش و همسر داریوش را درمان میکرد، او را واداشت که داریوش را به لشکرکشی سرزمین یونان ترغیب کند. باید خاطر نشان ساخت که این پزشک یونانی بود و داریوش او را از بازگشت به کشورش محروم کرده بود.
ملکه از این پزشک شنیده بود که خود را به عنوان راهنمای گرفتن یونان به داریوش بشناسد و بگوید که شاه با داشتن چنین راهنمایی به خوبی میتواند بر یونان چیره شود. این پزشک یونانی خود را به همراه گروهی از ایرانیان به یونان رساند و در آنجا برخلاف خواسته داریوش در شهر کرتن که میهن راستی او بود ماند و دیگر به ایران نیامد. و گروه پارسی که برای آشنا شدن با روزگار یونان و فراهم کردن زمینه آن دیار رفته بودند بی نتیجه به میهن بازگشتند. داریوش توانست شورش‌های داخلی و سرکوب شورشیان رو انجام بدهد. دستگاه‌های کشوری و دیوان منظمی درست کرد که بر اساس آن همه کشورها و استان‌های پیروی شاهنشاهی او بتوانند با یکدیگر با مرکز شاهنشاهی مربوط و از دیدگاه سازمان اداری هماهنگ باشند. لشکرکشی داریوش به اروپا. هردوت در گفتار یورش داریوش به سکایی نوشت: سکاها از جنگ با او دوری کردند و به درون سرزمین خود او را کشیدند و چون بیابان پهناوری در پیش پای داریوش بزرگ بود آنقدر داریوش را به دنبال خود کشیدند که او را از ترس خوراک آنها شدن به ایران برگردد. اما با اینکه داریوش پیروزی شاهانه‌ای به دست نیاورد در این یورش به سکاها رو برای همیشه از یورش به ایران و ایجاد دردسر برای مردم شمال این آب و خاک منصرف ساخت. این تا الان هم همین قانون مانده است و کشورهای بالای سرزمین ایران معدود باری شده که به ایران حمله کرده و به این کشور تاخت و تاز کرده باشند. کانال سوئز. داریوش بزرگ پادشاه بزرگ ایران از خاندان هخامنشی می‌خواست بخش‌های باختری و خاوری شاهنشاهی خود را با یک راه آبی به همدیگه بپیوندند و باید به کشف کردن راه‌های آبی ناشناخته دست می‌زد. از این رو به فرماندهان خود فرمان داد که با چند کشتی جنگی پارسی سراسر دریایی شاهنشاهی ایران را شناسایی کنند و در این باره گزارش دهند. فرماندهان او از رود کابل در مسیرش کرانه‌های خلیج فارس را بررسی کردند و دوباره شروع به دور زدن دریایی شبه جزیره عربستان کردند تا پس از 30 ماه به سوئز کنونی رسیدند. فرماندهان داریوش بزرگ گزارش کارهای خود را پس از بازگشت به مصر به داریوش بزرگ داد. داریوش هم به دلیل اهمیت راه دریایی میان مصر و ایران دستور ساخت آبراهی میان دریای سرخ و مدیترانه از راه نیل در اواخر سده ششم پیش از میلاد داد تا کشتی‌های ایرانی بتوانند به راحتی از آن عبور کنند و راه‌های کشتی برای ایران راحت تر شود. سرپرستی ساخت این آبراهه را مهندسی به نام ارتاخه از مهندسان ایرانی عصر هخامنشی به عهده داشت. حمله به هند. داریوش متوجه پنجاب و سند شده بود. در سال 512 پیش از میلاد ایرانیان از رود سند گذشتند و بخشی از سرزمین هند را گرفتند. فرماندهان او از رود کابل، سند عبور کردند و خود را به اقیانوس هند رساندند. آنها داریوش فرمان داد تا کشتی‌هایی بسازند از راه دریای عمان به پنجاب و سند بروند. این دو سرزمین زرخیز و پرثروت برای ایرانیان آن روز بسیار مهم بود. این چیرگی ایرانیان در تاریخ هند آغاز دوران تازه‌ای گردید و سرنوشت هند رو دگرگون ساخت. به دلیل تعداد بالای شاه‌های هخامنشی نمیتوانیم همه رو به صورت کامل توضیح بدیم. اگر بخوایم توضیح بدیم باید یک ویدیوی چند پارته برای این کار درست کنیم که بخوایم به این کار بپردازیم. اما برای آخرین پادشاه در این ویدیو سراغ خشایارشاه میرویم. خشایارشاه در سن 34 سالگی به تخت نشست و در ابتدای سلطنت خود توجه خود را به مصر که شورش کرده بود و شخصی به نام خبش که در آنجا سلطنت میکرد معطوف داشت. او شورش را در 484 قبل از میلاد فرو نشاند. بعد شورش بابل را برطرف کرد. او چند ماه شهر را محاصره گرفت و این دفعه چنان که هردوت میگوید برخلاف دفعات گذشته شهر دچار غارت شد. اما ما باید اینو در نظر بگیریم که هردوت از پادشاه‌های ایرانی کمی کینه داشت و شاید در این کار کمی مبالغه کرده باشد. خشایارشاه نمیخواست که با یونان بجنگد و اهمیتی به عدم بهره‌مندی ایرانی‌ها در شهرهای یونانی نمیداد، ولی مردونیه برای حفظ اباحت ایران خشایارشاه رو
برای جنگ تشویق میکرد. معلوم است که فراری ها و رانده های یونانی که دشمن حکومت ملی در یونان بودند و در دربار ایران اقامت داشتند نیز با این خیال مقدونیه همراهی میکردند. تدارکات این جنگ چنان که هرودوت میگوید در مدت 3 سال دیده شد و برای محل اجتماع کل لشکرهای کاپادوکیه واقع در آسیای صغیر انتقال گردید. طبق نوشته مورخین یونانی 46 گونه مردم از نژادها و ملل مختلف در این جنگ شرکت داشتند. سربازهای ایران مرکب بود از پارسی‌ها، مادی‌ها، گرگانی‌ها، پارتی‌ها، سگ‌ها و آشورها، عربستان، هند، لیدیه، حبشه و سایر کشورهای تابعه ایران. عده سپاهیان خشایارشا در قدیم توسط مورخین مختلفی نوشته شده و بعضی این عدد رو به 5 میلیون رسانیدن. معلوم است که دل پری دارن از ایران. خیلی مبالغه است این عدد و شاید کلیه لشکر ایران از بری و بحری و کلا از لحاظ همه چی بخوایم در نظر بگیریم 350,000 نفر میرسیده، زیرا با وسایل دنیای آن روز و آذوقه‌ای که اون موقع تهیه می‌کردن بیش از این عده نمی‌توانستن برسانن. این هست ایراد نوشته‌های مورخین یونانی که می‌خواهند در همه چیز برای ایرانیان و خودشان مبالغه کنند. لشکر ایران از داردانل عبور کرد و از پلی که به امر شاه از کشتی‌ها ساخته بودند در مدت 7 شبانه روز به طرف اروپا گذشتند. پیاده نظام به چند لشکر و سوار نظام به 3 قسمت تقسیم شده بود. فرماندهان اردوها همه پارسی بودند و شاه با تمام خانواده هخامنشی همراه قشون حرکت میکرد. در نهایت ایرانی‌ها توانستند آتن را فتح کنند و مبعد ارگ را آتش زدند و این نشان میدهد برتری ایرانی‌ها در دریا و خشکی بر یونانی‌ها کاملا در آن زمان واضح بوده، در حالی که یونانی‌ها میگویند همیشه آنها پادشاه دریا بودند و در تاریخ خود نوشتند ایرانی‌ها نیروی دریایی خوبی نداشتند. خب پادشاه‌ها تمام شدن. حالا یه خلاصه بگیم از دستاوردها و طرز حکومت هخامنشیان. هخامنشیان توانستند در آن زمان 48% جمعیت جهان رو تحت کنترل خود درآورند که این در تاریخ کل جهان بی سابقه است. سازه‌های هخامنشی به گفته مورخان اروپایی و یونانی که یونانی ها هم اروپایی‌ها حساب میشن بسیار محکم بودند و لحاظ مهندسی ایرانی‌ها در آن زمان از تمام جهان بالاتر بودند. کارهایی که مهندسان ایرانی انجام میدادند 500 سال بعد در امپراتوری روم به کار میرفت. نیروی نظامی ایران در آن زمان حدود 250,000 نفر بود. خب امیدوارم که تا اینجا ویدیو لذت برده باشید. ما سعی کردیم کامل جامع به حکومت هخامنشیان بپردازیم و سعی کنیم کامل حکومت این پادشاهی بزرگ رو شرح بدیم. اما اگر جزئیات بیشتری میخواهید حتما در کامنت ها بنویسید تا ویدیوهایی با جزئیات بیشتر برای شما درست کنیم. پس بدرود.